بریم یه عصاره با این دستگاه بگیریم، فانلش رو اول میذاریم، پودر قهوه‌مون رو میریزیم توی بسکتش. زیاد نباید پرشه، باید به اندازه باشه. بعدا با این تمپره که مال خود دستگاه است این رو تمپش میکنیم، فانلش رو برمیداریم، تمپش میکنیم و این دربی که مال خود این بسکت هست روش فشار میدیم، میذاریم سر جاش و این رو به صورت پیچی میبندیم به دستگاه. اگه آب سرد بریزیم میتونیم بزنیم دکمه‌شو که بجوشه عصاره بگیره. من الان چون ویدیو میخوام کوتاه باشه آب جوش میریزم و با آب جوش تا قسمت ماکسیموم دستگاه پر میکنیم، در رو میبندیم، یه دکمه میزنیم روشن میشه. دو تا پشت سر هم بزنیم عصاره گیری رو انجام میده. عصاره‌ش رو ببینیم. اصلا دستگاهی که کرمان نداشته باشه رو بنداز دور. دستگاه اسپرسو باید کرما بهتون بده. کرما رو نگاه کن.